حمله میکنه اتلتیکو مادرید. باریوس یه ارسال عالی، فرصت داره تیم اتلتیکو مادرید و این ضربه سری که از زیر تاق در آورد. فرصت داره اتلتیکو مادرید و توپی که در نهایت برگردوندن. دوباره ارسال بلندتر، فرصت داره اتلتیکو مادرید. گل برای تیم میزبان خیلی زود. یه حرکت پاس عالی، فرصت داره امباپه زبشو میزنه زمینی و توی دروازه. گل برای رئال مادرید هست. لینورمن رو فریب میده، سر توپ خوشگلش دو بازیکن رفتن واسه خودشون. حالا آردا گولر گل دوم ثمر رسونده. آردا گولر پشت محوطه جریمه، صاحب توپ آلوارز میزنه از راه دور خطرناک. یه بار دیگه ارسال، فرصت داره و این بار دیگه گل درسته. این بار دیگه گل درست. حرکت میکنه خولیان آلوارز و پای راست مرده آرژانتینی و توی دروازه. گل برای اتلتیکو مادرید هست. حمله اتلتیکو، پاس عالی، سورلوت و نذاشت دیگه این بار کورتوا. آلوارز زبشو میزنه، فنی و کادار. یه گل محشر. بازی میشه 4-2 به سود اتلتیکو مادرید. خولیان آلوارز یه حرکت، فرصت داره اتلتیکو مادرید با اینا پاس عالی. آنتوان گریزمان چه شبیه برای گلزنی انتخاب میکنه آنتوان گریزمان.